خواهش میکنم روی چیزایی متمرکز بشید که هیچ کس ازتون نمیتونه بگیرتش، مثل مهارت هاتون، دانشتون، شخصیتتون، طرز فکرتون، داشتن یه بدن سالم، ورزشتون، داشتن اتیکت و اخلاق کاری. خاطر اینکه همسر پولدار، پدر پولدار، اینا همه موقتی هن. چون ممکنه گاهی یه ورشکستگی، یه جدایی، خدای نکرده یک از دست رفتن و یک مرگ ناگهانی تمام این اکسس ها و دسترسی ها رو دچار دگرگونی کنه، اما هیچ کس از تو نمیتونه مهارت هات رو بگیره. وقتی رو این چیزا سرمایه گذاری میکنی و متمرکز میشی روی ساختن این چیزا، تو تبدیل میشی به یک کاراکتر فوق العاده و حیرت انگیز و هیچ کس این دستاوردا رو نمیتونه از تو بگیره. روی اینا متمرکز باشین، انرژیتون روی اینا بذارین و ببینید که در ابعاد دیگه چجوری فرصت‌های بی‌نظیر به سمت شما میاد. اما اگر فکرت اینه که باید از طریق یک فرد ثروتمندی با یک ساپورت ویژه‌ای به موفقیت برسی و راهش همینه، تو در نهایت یا به اون شانس میرسی حالا و متوجه میشی که همه چیز فقط اون موضوع نیست، یا اگرم نرسی به اون موضوع همیشه این حسرت رو داری که من شانس نداشتم یا نتونستم یک همسر یا پدر ثروتمند داشته باشم و این باعث میشه که همیشه قربانی بمونید. خواهش میکنم از صندلی قربانی کلاً پاشو و تصمیم بگیر که توی زندگی یه آدم فعال، پویا و اکتیو باشی که داره قصه زندگیش رو با انتخاب‌های خودش به سبکی که دوست داره تغییر میده.